خدای این کیه؟ سید این کیه؟ سلام رحیم، چطور مطوری؟ کجایی؟ مغازه رو ول میکنی میری دور دور؟ شما عزیزم به شما ربطی داره؟ آیا مغازه خودمون رو ما ول میکنیم؟ من تو صاحبکار منی؟ بریم دور میدون عشق و حال. الله دور میدون پیاده راه بریم عشق دور دیگه دور اینا دور میدون همین بسته روستا اونم پیاده راه میرن. آخه دور میدون چه اشغالی داره دور میدون روستا پیاده راه بریم فلافل بزنیم. بابا ول کن اون اشغاله تا صبح هم با باطل بدیم. ببینم ماجرای ناپدید شدن حاج صفدر رو شنیدی؟ حاج صفدر که همه شنیدم با 90 سال سن ناپدید شده. آقا شاید واقعا رفته دنبال شلوار دوم. من واقعا اطلاعی ندارم. آره شنیدم. آخه اون بنده خدا نصف شبی بیرون چیکار می‌کرده؟ خدا میدونه. نصف شب حاج صفدر با 90 سال سن چیکار می‌کرده بیرون؟ خدا میدونه. نصف شب نبوده، صبح زود رفته. سهم آبش بوده. سهم آبش بوده. باغ درخت‌ها رو. کریسمس محرق رفیق من به کمک نیاز دارم. بابا ول کمک نمیدم. مطمئنم بخواد بگه من توالت عزیز من توالت عمومی 3 کیلومتر جلوتر قربونت برم. جانم برم. چه کمکی از دست بر بدید ببر. میگه من چندین ساعته دارم مصاحبه میکنم من واقعا نیاز دارم جیش کنم. میتونم دست عزیزم نه خیر اینجا جیش ممنوعه. عزیز من جیش داری آقا همین دمه در قربونت برم. همین دمه در من نگاه نمیکنم به خدا رو میگم همین دمه در من نگاه پا همین درخت کریسمس کارتو بکن. پا همین درخت کریسمس خدا شده میام تیپ میکشم. خوشمند قربان فقط برای مشتری چیزامونه. فقط برای کارمنده اینجا. بله اینا قوانین اینجا دست من نیست. لطفا رفیق قسم میخورم فقط جیشه. بابا برو قسم خدا رو نخور بدبخت. اصلا بلد نخیر. اوکی من به تو اعتماد میکنم ولی لطفا پیپی نکن. چی؟ اعتماد کرد؟ این قیافه که داره این 100% الان یه جوری جیش میکنه دیگه ایشالله. خدایا الان این جیش بود شدید. اوه پیپی دیتک شد. آژیر پیپی به صدا در اومد. یا بالفرد سلام میکنم. مردم. خیلی خوب اینا وایس. احتمالا تو اون کاغذ بند نوشته باشه که آژیر پیپی به صدا در اومد. بعد شروع کنم شاتگان استفاده کن. بسم الله. شاتگان داره. شاتگان اوکی. سلام عزیزم بفرمایید داخل بفرمایید. بله عزیزم برو تو برو قربونت برم. بیا آره شماره 2 هم داریم 3 هم داریم 4 هم جون به کمک نیاز داری اینجا چی عزیز من؟ دستشویی داری یا قرب کاری نداره که شماره 1 قول میدی قول به برو عزیزم هیچ ایرادی نداره برو راحت شماره 10 کارت تمومه. اوکی عالیه گیمیدن لعنت بهت کثافت. او ما لعنت بهت مسخره دلغک. خیلی خوب یاد گرفتی. ببین مثل روز برای من روشنه. من الان سیخ بپرم پایین این قرار از این زیر کج بشه اینجوری کنه بره این بر 100%. برای همین من به صورت پیش‌فرض حس میکنم میره رو به چپ. پس من میرم سمت چپ. رفت راست مگه میشه من بدونم تو قراره بری چپ و راست ولی دقیقا اون سمتی برم که اشتم. مهم اینه که من پیش بینی کردم. میفهمی من پیش بینی کردم. دیده اینه که میگن اما امیر لول دویل پدر لول دویل ایران ایناست که میگن. کار ببین اینجوری اوکی
خب من الان چه غلطی کنم اینو؟ وای 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 Hey, easy. Oh my god. Oh my god! پسر! من خیلی حرفه‌ای وایستم اوکی. فقط من بپرم. Yes! میدونم وظیفه منه که قبر رو تمیز کنم ولی شما همین زحمت بکش که داری حقوق میگیری دیگه مشتی. چقدر سریع پاک میکنه داشت. ای الله. اینجوری میکنه تمام میشه. خیلی قوی داری پاک میکنی آفرین. یاد داره فدا سری دیزه 3 تا سریال ایرانی ها نام ببر. ایران کیمیا پایتخت آل چیش آل؟ آره یه سریال تازه پخش شده. الکی نمیگی جان من؟ آل داری؟ با نوخه نون مرسی که عوضش کردی دست درد نکنه. سوال بعدی 3 تا بازی کامپیوتری نام ببر. حالا بازی GTA رد دد اسپایدرمن خیلی زحمت داری میکشی اکبر خیلی نمیدونم بدم آقا 6 تا 36 تا باریکلا 9 5 تا 10 تا 10 تا 9 5 تا 10 تا نه 2 5 تا یا 9 5 تا 9 5 تا 45 تا باریک ببین راضیم ازت. چالش رو درست انجام بدین چون 2 نفرین به یکیتون میدم دیگه طبیعتا دیگه برو خودت تقسیم کن. بابا قد شد دوباره. لعنت به این زندگی، لعنت به این باگ، لعنت به لک، لعنت به من، لعنت به اون. ببین استیو، ببین عزیزم اسم چیه اول؟ رادین ببین رادین احتمالا الان قطع شیم چون الان قبل شما بیشتر بچه ها قطع شدن. خب قبل اینکه قطع شیم من خیلی مخلصتم شاکرتم. بچه کجایی؟ کرمانشاه. به به. ببین رادین عزیزم 3 تا سوال ازت میپرسم سری جواب بده جایزه رو بهت بدم. شاکرتم خیلی دوست دارم. آماده ای؟ خسته یا بابا قطع شدی رم. آقا مثل که سرور بعد عوض کردیم الان فکر کنم اوکی. خوبی عزیزم؟ سلام بیگ بنگ. سلام بیگ بنگ. سلام بیگ بنگ. جواب بده. آقای من بد آدمی ام. خوبی عزیزم؟ شما باید سریع جواب بدی. سریع اصلا تایم بگذره اون موقع بعد با هم درگیر میشیم دیگه. اون موقع من میشم بد آدمی. بریم آماده ای؟ 3 تا میوه رو که هسته ندارن نام ببر. موز آفرین. آفرین آناناس. خب بگو زور نزن بگو. خیار که دونه داره خب واسم رد گم کنی بود واسم اینا بلدی یا نه میدونست. خوبه همین که بلد چیزیه ولش کن آفرین بلد بودی اوکیه. آرپی خالی این خوبه. آرپی شما که با آرپی هم. سلام یاسین شد چرا؟ وایسا ببینم تو میگه آرپی نبودی؟ اما امیر بابا یا بلفت تو همین الان یاسین اینجا ما اومدیم مسابقه دادش. بعد مسابقه از سوال میکنم شما جواب بدی. بچه کجایی اول اینو من بدینم؟ من اهوازم. بله بچه اهوازی. بعد گرمه اونجا ایراد نداره. 3 تا سوال ازت میپرسم یاسین باید جواب بدی. جواب ندی من در مورد تاریخ زیاد میدونم. نه بابا خدا داری دروغ میگی یاسین. آره. سوال تاریخی برو بریم. اسکندر بچه کجا بود؟ اسکندر فارس بود یه جور چیزا. خیلی قوی بود. خب سوال 3 تا بازیگر ایرانی رو نام ببر. پژمان جمشیدی. خب یکی دیگه بود 2 تا دوباره بعد ارسطو بود. چی بود؟ نقی باز خسته نباشی. خب بهداشت همون اسماعیل اسماعیل و اینا اسی هم بود. فسیل دست درد نکن. فسیل
خیلی قوی نام بردی، خیلی قوی نام بردی. یعنی دو تاش که پژمان جمشیدی بودن، دو تا بازیگر مختلفن البته، اینا پژمان جمشیدی و آقای پژمان جمشیدی، اینا با فرق دارن و نقی اینا بهتاش و بچه‌هاشون دیگه. اینا خب ایران نداره عزیزم. 3 تا شهر ایران رو نام ببر. تهران، اصفهان، کرج. چرا شهر خودتون رو نام نبردی؟ فکر کردی برای آخری؟ دیگه اون که حساب نیست. ای بابا. امید آلایپی خیلی آشناه است، میگم با ایشون قبلا صحبت کردیم به خدا. ببینم الان میشه. امید. الو. خوبی؟ سلام. امید آره. ما قبلا با هم صحبت نکردیم. یه چیزی که هست؟ نه. امید فکر کنم یه لیوانو شکوندی. امید 3 تا کشور اروپایی نام ببر. 3 تا کشور اروپا. الان حضور ذهن ندارم. الان دست درد نکنه گفتی کشور و شهر. خب 3 تا شهر جنوب ایران رو نام ببر. 3 تا شهر جنوب. بخواه اذیت نکنم اتصال بیخیال شیم. چالش رو بزنیم کنار. چی کاریه چالش اصلا بر چیه؟ اصلا چالش ما چرا گذاشتیم؟ سوال جواب ولش کن. خودت چه خبر پارسین؟ ول کن با این صحبت ها چی هست؟ اما یه روز خب حالا تو بله. آینده‌های خیلی دور خیالی یه روز امج تبدیل میشه به کولر، یه کولر خیلی نو، خیلی کولر. نو. بعد کولر مجانی میشه. میدنش به شما خب. بله. بعد شما میری یه کولر گازی جدید میخری که خیلی گرونه. اون امچه رو قبول نمیکنی چون امچه از خودم ساختم. اصلا همه چیز زیادی نرم، زیادی راحت، فرمون نرم. چقدر آشغاله این ماشین، بی سر و صدا، زیر پا نرم. آشغال چینی کثافت اینقدر راحتی تو بی خاصیت. بخشیدا عصبانیم دست این ماشین آشغال، عصبانیم درد و بلاش بخور تو سر ساینه. اینقدر ماشین خوبیه. آقا چی میگم به افتخار چی میگم به چیه فوت اوزی آزبورد گنده متال گفتم یکم گوش بدین عشق کنیم.